Assalomu alaykum binandagon muhtaram. Ba shuma diplomli vrach-urolog, xirurg vrach-ultrasvой diagnostika Erkinjon Yildash. Binandagon muhtaram, mo dar shahri Tashkent, mana ijaba omadagi imruzijada kalon master class shud az professor Gamidov. Mo dar shahri Toshkent klinika, известный klinika, mashhur doktor Dida hastیم. در اینجا من امروز ایمپلانتاسیون و پنیل خیروگی قطعی زانیماتسا کدایی دکترو با یعنی این ماستر کلاس شد. پنیل خیروگی این جراحی عضوی مردانگی در عضوی مردانگی خیلی که اپراتسیون پروفسور مدانی نشون داده است الحمدلله و من چیزا گفتنی هستم که در تجربه من در مبین 3 سال من همین ایمپلانتاسیون خیروگی قطعی زانیماتسا میکنم. یعنی اگر ضعیفی باشد عضوی مردانی خستانش سوس باشد ما همین خیلی اپراتسیون میکنیم. در همین در دنیا امریکا در اروپا در هم تجربه رو ما میبینیم، میخونیم، میرویم، میآموزیم و سه دلیل اول تبابت نخستانی عضوی مردانگی 3 لینیا بود. یکم لینیاش دارو تابلتکا، دوم لینیاش واکوم تراپیا، سوم لینیاش جدا اینیکسیا укол کردن، واکوم تراپیا دوم لینیا اینیکسیا خطی و سومش ایمپلانتاسیا. ایمپلانتاسیا چی است؟ İmplantasya amin hala protezini میگن بسیار آدم‌ها ناتوری فکر میکنن که اگر پروتز باشه مردانگیش گرفته دیگر پروتز نه خیلی نیست. خود خستن اسکیم عضوی مردانگی همین خیلی هست که ایجاد کاورنوز دیتیل است. در درون کاورنوز دیتیل ایمپلانت میمونن همینجا با خون کم میبیاد برای همین مردانگی سخت نمیخزه. که سخت نخست ما همین ایمپلانت میمونیم و ایمپلانت با جای همین ناآمدنی رگ خوجه سلابه همین با جای هوایی میشه و عضوی مردانگی پستانی میخزه. آدمایی که هستن همین میگن که من دارو نمیخورم بلکه دارو خورم سرم در میکنه و یک هفته یا بار صبر کردم میتونم سرم در کردنشه. همین خیلی بیمارا من میگم که یکی نباشد سرتون در میکنه عضوی مردانگی میخزه، یکی نباشد سرتون در نمیکنه عضوی مردانگی نمیخزه. همین خیلی ایمپلانتاسیون خیلی همین خیلی برای همین حاضر در دنیا امریکا در اروپا در همین خیلی предлагать کردن که توصیه اگر بیمار خودش خوخش باشد خودش ده فقط که желание داشته باشد که من این دارو درکار نیست که من سراز ایمپلانت ما میتونیم مونده یگان تراپی لینیا یکم دوم لینیا تراپی را استفاده نبرده میتونیم همین معما را حل کنیم. برای همین بینندگان محترم شما هم خیلی پرابلم باشد شما میتونید با ما مراجعت کنید. در مبین 3 سال همین ایمپلانتاسیا را ما آموختیم کد استیم همین چیزا را من уже 150 زیاد همین خیلی اپراتسیون کردم در شهر تشکیل. ان شاء الله ممکن خودم دوشنبه این اپراتسیون را میکنیم و مسکو را میکنیم و هر دفعه که من همون ماستر کلاس را میبینم پروفسورا قطع میآموزم برای خودم نو знания یعنی نو علم میام که این دانش است. постоянно آدم خوندن در کنه развиваться کردن رو врач باید постоянно خودش از یعنی совершенствовать کاملی به خودش رفتن در کنه یعنی کامل شدن در کنه знанияش بسیارتر کردن در کنه. برای همین آموختن در کنه ما همین کار کردیم که پگا ما بیمارا به همین چیزی که ایجاد آموختیم چیزی که ایجاد گرفتیم بیمارا در تجربه همین را نشون دادیم و این البته با فایده بیمارای ما است. بینندگان محترم حاضر من اینجا نه فقط ماستر کلاس حاضر در یک کنگرسی کالون ازبکستانسک ассоциация репродуктивной медицины андрология استاد من دکتر دی و председатель رئیس همون ارگانیزاسیون میباشد. حاضر رفته لکسیو را گوش میکنیم که نو در مدیسین چیزی که نو برآمد نو همون تحقیقات و علمی و تحقیقات همش میآموزیم و البته در تجربه ما ایرا استفاده میبریم. بینندگان محترم شما اگر سوال هایی که در همین باره باشد میتوانید با کامنتاری نویسید و خونده البته جواب میدم. دیگران قطعی پدیلیت کنید ویدیو قطعی و با ما ابو نشوید. سلامت باشید.